برادر و خواهر عزیز، وقتی رسم یا نواری را به دوستانت میفرستی یا با کلاس یا لایک ماندنت آن را پهن میکنی، باری هم خود را سوال کرده ای که آیا این رسم و نواری که من پهن میکنم خدا را خوشنود میکند یا شیطان را؟ پس فراموش نکن که اگر رسم و نواری پهن کنی که در آن زنان و مردان نیم برهنه و لوچ یا فحشا و بی‌حیایی باشد، با این کارت از معاونان شیطان میشوی و تنها شیطان را خوشنود میکنی، ولی الله رب العزت را به غضب آورده ناراض میکنی که دیر یا زود عذابش را در همین دنیا بر سرت نازل میکند و تا روز قیامت هر نفری که آن را میبیند و یا نسخه برداری کرده به دیگران میرساند، برای تو هم به قدر گناهان آنها گناه نوشته می شود، بغیر از این که از گناهان آنها چیزی کم شود، چون که سببگار آن تو هستی. حتی بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه آن را نوشته می شود، تا آن زمانی که آن رسم و نوار از همه جا نیست کرده شود و کسی آن را دیگر نبیند. ولی این ناممکن و محال است، چون که هزاران انسان دیگر آن را پهن می کنند و نسخه برداری کرده به دیگران هم می رسانند و سببگار همه اینها تو هستی. اگر به این سخن من باور نداری، پس به این سخن پروردگارت خوب گوش انداز که چگونه بعد از مرگ هم در نامه اعمال گناهان ثبت می شوند. خداوند در آیه 12 سوره یاسین می فرماید: استعیذ بالله انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. صدق الله العظیم. یعنی یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از عملهای نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر یعنی لوح محفوظ شمار کرده ایم. یعنی هر یک عمل نیک و بد آنها را که پیش از مرگ انجام داده اند و آثار عملهای نیک و بد آنها را نیز که بعد از مرگ بجا گذاشته اند می نویسیم. خدا نکند که ما بمیریم در حالی که گناهان ما زنده باشد. برادر و خواهر عزیز، از پهن کردن رسم و نوارهای حرام بپرهیز و کاری نکن که بعد از مرگت هم در نامه اعمالت گناهان ثبت شود و تا روز قیامت گناهان زیادی را به دوش بگیری و نامه اعمال خود را سیاه کنی. توبه کن، حالا هم دیر نشده است. دروازه توبه همیشه باز است. والسلام علی من اتبع الهدى. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا